عروس بزرگم اومده. خیلی خوش اومدی دختر گلم. بفرمایید میوه. خواهش ما دیگه ببخشیدا دیگه نرفتم میوه بگیرم، خرید نکردم. پدر شوهرتم یه آدم بازنشسته دیگه، نمیشه بیشتر از این انتظار داشت. دیگه گفتم این کدو رو بخور، برای فشار خون و چربی خون اینا خیلی خوبه. راستی نهار خوردی؟ آره خوردم. تعارف نکنی ها. نون ماست هست. عروس کوچیکه است. جان عروس گلم سلام. سلامت باشی. قربونت برم. شما خوبین؟ بچه‌ها خوبن؟ دورت بگردم جان. آره خونه هستیم. اینجا بیاین بالای سر. سلام آقا منصور. خوبی؟ خسته نباشی. ممنونم. دورت بگردم. میگم آقا منصور عروس کوچیکه میخواد بیاد اینجا خونه، اصلا هیچی نداریم. آره دورت بگردم. فدات بشم. آره میوه‌های خوب بخر، انبه بخر، حتما انبه هم بخر. ببین یه خورده پسته بخر. عروس ما یه خورده بدنش ضعیف شد، میخوام یه خورده پسته اینا بهش بدم تقویتش کنم. ما میریم پاشو بریم. جاری کوچیکه داریم میاد، بریم آشپزخونه سر وقت شام بریم یه چیزی درست کنیم. بنده خدا میاد خسته است. من چیزی نخوردم. عجله نداریم که باشه بعدم میخوری. آره دورت بگردم. الان بذار یکی باشه اسب سر جون سرم، یه روز آخر میگیرم طلاق تو اسب سرم.